خانه کجاست؟ خانه در سر گردن. خب یک دو تا تیم پیش من. بس اگر که فوت دیگه کار نه. چشمای ما عملیات کرد و هیچ خوب نشد. بچگکت فوت کرده؟ خب چقدر وقت میشه؟ بلک خوش والله جوان بچه دو تا تیم به من مانده. یک زن پی سکت کیه حالا کسی یک روپا کس اینه ویلی خدا و شما دوستا اول خدا شما یک دار پیدا میکنم یک شو نان بخر یک شو چای بخر یک شو گوله بخر روز خدا تیر میکنم. بچگکت چند ساله بود؟ هر دو ساله. خب در چی فوت کرده؟ در سیریش چیزی برامد بردیم در شفاخانه اینیزی شبوری خون ترکت بارک نبید از دستان که بدم. دیگه بچه نداری؟ یکی دیگه دارو کسی بدا طلب نداره. 8 مشتک داره اون جداست. خب او در غم خود است؟ که تو دو تا یتیمکه و سیاسه ریایش هست؟ نمیشه هست ویلی خدا هرچی که مثل چند سال عمرت است؟ یک 70 شده. 70. برای دستکایت هم دیگه چیز نمانده در دستکایت ها؟ همین از خدا دعا کردن تقدیر شکر بله هزار الهی شکر این دار کس نمانه شکر. دی 4 دوباری کسایی که اینجا خوابیده چی رقم خواد شد؟ ما و شما ممو طرف میریم دیگه. این خانه ابوالآباد خانه دنیایی به دست نمیخواد. بله این ابوالآباد کرای با کلمه شهادت و بیدای شوه. دیتا دی چی ورکم اما ستړی مې رومیان ورکړه د الله پر رضا باندې سپینګیری دی ما نم ډېر سپینګیری دی ما ویل زه خدای مې یو کومک دی. بله نو بس دغه مې د وسې کېدل او دغه زما د وسې خبره هره ورځ چې تېرېږي دې هره ورځ چې زه ورکوم قلم ورکوم دله هو ځکه چې دا په شو لمر ته دا ناستې دي بېچارګۍ باندې بس ما هم پرې زړه وسوځي ما چې زه ته خو همت کولی شي خو یو وخت منګلی خو به پکې وکړي کتغ ماته خو تا لاسونو باندې څه شی شوي دي؟ کوم مخه واړه دا ځایونه دي ولې تڼاکې دي؟ تڼاکې نه دي دا د رومیانو پورې خاورې نښتې دا راجګومه بس هغې دا لمدۍ دا دې پورې ونښتې ښه تا کور چېرته ده؟ ما سپینغر پوهنتون ته مخامخ دې ځای کې ښه کارتناو پله کارتناو طرف څنګه د ژوند زندګي؟ بس الحمدلله بس مړه رزق دی خدای راکوي ښه پرېمانه مرګ نشته دی د لږې ناستې دا خلک چغې وایي دا دی او دا دی خو بس څه کوې نو بس همت غواړي او دا خولي دي خو تندي دي عین هغه ځاینامده سې راغلي اوس یې به که چېرته بیا ځې؟ بس داسې دا سیټ دا د شهداو سیټ ونیسم او ویسته هغه طرف باندې تاویږم بس په دې لاره به خدای مهرباني دا ماما دې کومه ورځ نه لیدلې او څنګه دا احساس تا کې پیدا شو چې دې کې هر شی چې راوړې دې ته ورکوي لکه ولا چې بس زه کله کیلې خرڅوم کله مثلا رومیان خرڅوم بس چې هر شی ما سره د بابا برخه به کینو اوس یې خو ای پدر هر روز که تیر میشه هرچی که پیشش بود قطور میاره که ما میارم تو میتیم رای خدا میگیرم بله چی گفتنی داری برش؟ هیچ خدا بس دعا میکنم خدا آخرتش خوب کنه خدا چیزش هر پروردگار ازش آرام باشه آرام باشه دیگه چی بگویم این همه دعا خالق اگر قبول مقبول خود کنه ای لایم
ایره خودت میفهمی که پروردگار گفته که ما یک برده میتم کس اگه به نام ما چیز را کمک کنه همه طور است نه؟ آره نمی با ما داد من یک شبم تیر میشم خدا کسازی تا آخر خوبی میکنه چرا که دست خیر داره اگر نیمه طلب نکنه که مرا بته یا اینم تو میاره 2 روز بعد 3 روز بعد از تو چی پس کنم گاهی قرمه ازی میکنم گاهی قرمه کچالو میکنم گاهی را سرخ میکنم روز تیر میکنم روز مقصد تیر شد شکر 1000 بار شکر شکر کفر اینمی حالت هم پدر جان با 70 سال عمرش به این موی سفیدیش میگه 1000 بار شکر الحمدلله شکر از چی لحاظ شکر میکشی مثلا؟ از همه چی میکشم دزدار و پایدار و یک غریبی میکنم یک دوتنان میخورم یک کم شکر راست میگی و کوهای شکر خب یار از کجا میاری پدر؟ از مندهی میخرم خب بازم یک خلطگک از چند برای تو میمانه؟ میره دروغ گوی نشم ما یک سیر میخرم 36 خلطه 46 خلطه میشه خب بازیره مفروشم ساعت یکونیم ساعت 2 ساعت دم یک سیر میمانه خب ایره باز هر روز هم اینجاستی؟ ما به 16 سال است او یه صفگک زده برای من خب 16 مگه ما حوصله ندارم شب و جمعه و روز جمعه میاد خب خب اینال پروردگار وقتی که ایره ای بیادر مارانه وقتی که ایره پروردگار میگه که تو نمیره دادی به نام ما که پدر ری سفید است در خانه چیز نداره اینال پروردگار یک کس دیگر را وسیله کده بعد از او باز ما را وسیله کده تا که اینمی چیزی که صداقت خدا کده یا به نام خدای کار کده امروز مزدش میگیره یک مزد اینجاست که در کار خود میگیره یک مزد آخرت است صحیح است 1000 2000 این پدر میتم که هم کارگر است این 3000 دیگر تو بگی باز دیگر روز باز بخیر ما در خدمتت میایی صحیح است پروردگار عالم کل گیره خیر به هر کسی کمک میکنه خدا خیر نصیبش کنه و خداوند پاک دیگه از بدبختی و بیچارگی کل ما و شما را آمین بخیر بود این حکومت حق داره مسئولیت اسلامیشان است فهمیدید اگر نشش که بود بکنید مسئولیت اسلامیشان است برادر گفتم که جوانای ما را کافر میشن کلش یهود و نصارا میشن یا نسل دیگه که بیا امیا خراب میشن نسل دیگه که بیا افغانیت خلاص شد اسلامیت خلاص این مسئولیت به کیس مسئولیت به دوش رهبر است بله یا جلا عالی درد ما کمی است که جوان میره اما مثل که قلم خنجر میخوره صادقانه حتی گریه میکنه در خانه خدا چرا خب شاید مشکل باشه ما یک معلم هستم آنقدر مشکل دارم 5000 با معاش دارم تا کاردنا میرم ویدی سفیدی بس تا قرغم از قرغه تا کاردنا میرم خود قضاوت کو از قرغه تا کاردنا خیلی رامیه در 5000 روپیه سه بچه بیکار یکیش کامپیوتر خوانده انگلیسی خوانده دیگهش خوانده دیگه چیز دیگر در خانه بیکار زن دارم مثلا یک ساده مسخره بازی بوده شاعر معرفانی است ادبی است خیلی زیباست ای میهن عزیز من ای میهن عزیز من ای سرزمین من بادا فدای نام تو جان شیرین من یه دوران 18 گفتم دور از تو گشته بس محجور گشته ای راحت روان من ای
فعلا سپرین من نمیتونم چیزی که خود یک کتاب بسته است یک والا یار نمیاد بسیار عرفانی از من زیادتر اهل عرفان هستم خودم اهل عرفان هستم در طریقت هستم اهل تصوف هستم با خدا هستم با معرفت خدا الحمدلله بخشیده با معرفت هستم که خدا بند هستم 24 ساعت ما که خدا هستم ظاهر میگم با باطنم که خدا بند هستم که خدا الهی شکر خدای نعمت نصیب کرده الحمدلله معرفت خدا نصیب کرده با خدا هستم این رنگ میبره جامعه را که دیدم به عیاشی میبینیم به حیوم رنگ میبینیم والله 25 سال خدمت کردیم اگر روپا در خانه پاکستان داشت خانه کرایه می‌کنم خانه کرایه سما در قرغه دی عربان میگه بجی میشه از اونجا من میرم تا کارتلا در 5000 از اونجا تا اونجا با درس میری قسم به ذات الله بخون دل اق پیاده میرم تقریبا 5 کیلومتر رو پیاده میرم از این طرف چی کنم در خانه بشینی گپ زن گپ اولاد دق میرم دیوانه میشه امی که میرم امی برای من کلام تفسیر دیگه تک مشکلات هست خانم دیگه جای والله غیر درگاه خدا دوستان در خارج است ماما خاله دیگه من خدا غیرت داره بعض وقتا میشه میرم تلفن کنم یک دفعه خداوند پروشنده حاضر میشه تو خدا رو اعلام میشه بنده توقع میکنی شر لعنت به تو وجدانم میگه لعنت به تو بس توبه میکش خدا میگه توبه تو خواستی قیمت بشه بنده دست خود راست کنم نه اگه میتی هم دلت که میکشی هم دلت هر چی که میکنه گفتی خودت از دیاربان قرغه میایی در کارتینا و درس میدی بله من نزدیک اوزال لیسی برهان بنام لیسی برهان یک لیسی خصوصی بله چند معاشت هست خب معاش من پارسال خوب بود مکتب لیسه بود 8000 بود 2000 کرایه میشد 3 موتور میرم بله 2000 دنیا داشت کرایه میشه 6000 میموند امسال لیسی مو سقوط کرد شاگردان نیست این شیشی گپ خوبش است کل دموی کارتنا و در یک اوزه 30 مکتب سقوط کرد چرا سابق بود آن لیست یک چرا پیدا میشه چرایشی کار نیست والدین هم 1000 فرانک دادن بله بچه خود کار انداخته یا ترکیه رو کرده یا ایران رو بله این کار شاگرد از مکتب لیسه بود 5 ساله میشه 6 ساله لیسه بود سقوط شاگردان رفت مدیر باشیش مشوره کردیم ما سرمایه مکتب هستم مشوره کردیم گفت چی کنیم گفت من خود 12 9 8 یار ندارم سقوط است با من خود 2 نفر که مراد 2 نفر خود نمیشه از صنف اول تا صنف 6 گرفتن از صنف اول تا صنف 6 ابتدایی ساخت لیسه ابتدایی ساخت باز ما رو معاش خود زیاد بود کل استادا رو خواستن اگه میکنه دی معاشا میتونن قبول کنه اضافه من ندارم ما 8000 بود 6000 بود معاش میتونه از 6000 که 2000 کرایه بره 4000 و اینا مجبور هستم دیگه جا پیدا نمیشه دیگه جا مخته تا کارم مخته شد مجبور هستم بچه قربان تو استاد قند اینی 5000 افغانی است این از طرف دوستای خداست که از اون طرف برای ما مسئولیت میتن و این ما یک تحفه گفتم من حیث یک بزرگ ما برات تسلیم میکنم خدا میمیره بله خدا حاضر دو نفر باشه سومش ماست خدای باید در قرآن میگه 2 نفر که سومش ماست 3 نفر چهارمش ماست چهارم است پنجم خدا حاضر است بله خدا گم نمیشه الله عجب بازم ضرورت نیست قربان 4000 این 5000 فقط یک تحفه برادرتان است که گفته ایره برای می استاد قند برسان الله در پناه خدا با عزت باش هر کسی کار کرده اولتر خودت خدای پاک در دنیا و آخرت اجر بده هر کسی که از طرف بگو خود شب من شوخی دارم شب تا صبح دعا دارم خدا دعا شامل شدی خداوند کریم دین دنیا تا ارزوهای دنیا و دیگه الهی امین کاکا جور هستیم جان جور است چی خواری داری بخیر خب خراب شده بود یا هفته از دیگه باید یک صاحبان جور کنیم چطور است خانه کجاست بغلان شب و روز همین جستی خود کاربار تمی موچیگری است دیگه چی مفروشیم؟ دیگه اونو ارزان است رقاقای تام سر کده حالا چی جور میکنی بخیر اینا پشت سرم گل و گلکاری کدی؟ چطور کنی دیگه یک جای باشه خب پاک باشه خوب نیست؟ بله راست میگی این سابق هم بود پس جورش میکنی یا نو آوردی چوب و چخت؟ سابق بود اونو میجه بود خواه تر شده بود باران زده بود اون تو پاپنک کده
از خانه اول میایه برات نمیایه که برات رمضان چیز تیاری بگیرین یا بر سال نو؟ از دیگه که نباشه چی کنی. باز چقدر وقت بعد میری او طرفا؟ یک 6 ماه بعد، یک سال بعد. اینمیجا هستی دیگه؟ شو کجا می باشی؟ اینمیجا. چی میگی تو پدر تو بیا؟ بسته زمستان هم اینجا تیر کردی؟ کجا بودم دیگه؟ الله. اینی را سرای شمالی یک شمالی وار است. اندوالای خودترکیست. اینی را رایی کرده. خب. دیگه اینمیجا هستیم دیگه پناه خدا گفته دیگه. به شک. یعنی تو باید چند پیسه برابر کنی؟ چند پیسه برابر کنی باز بری طرف خانه که یک چند روز اونجا باشی؟ یعنی 5,000 روپیه که باشه میشه دیگه. دیگه آدم غریب کجاست که؟ او رو هم در 4-5 ماه اله برابر کنی یا وام نخواد شود. توکل به خدا پدر جان. خداوند رضای الله. به شک 1 2 3 4 5 6 این 3000 افغانی را از طرف هموطنا یک تحفه روان کرده میره بگی وقتشان دعا کن. 1000 دفعه چرا نه؟ بیا پروردگار. یک دنیا صد با آخرت دنیا خدا نیده ای دنیا خارشان بسازه نیده او دنیا که جمله مومن و مسلمان. الهی امین. و دیگه پروردگار عالم دیگه یک غریبه که سیل میکنی دیگه خودش کارساز او است. بله از بنده چی است یک گفتن است. بله بله. پروردگار عالم دیگه به هیچ میدان رنگزرد و خجالتشان نکنه. روی سر آخرتشان خدا خود بر ما دعا کو که جان ما جور باشه صحت ما کامل تا به داد دیگه هموطنا برسه. که جمله مومن مسلمان که گفتی پدر گفتم که دیگه قطع کل اگید خدای پاک آرام داشته باشه بخیر باشه. یک نفر اگر در آتش باشه چی یا که در قطع گل باشه چی بله یک تاست نه که جمله که جمله مومن و مسلمان خدای پاک در پناه و اسمت خود نگاه کنه یا لایده چیزی میشه که یک دوستش چی شود ببخشش الله. بله بله. دعای مسلمان میگه در حق دیگه مسلمان قبول میشه. در خودش نمیشه نیک. خب اینمی 3000 است نه؟ سر از این اگر 2000 دیگر پارتی خانه میری؟ چرا نمیری؟ این 2000 دیگر هم بگی باز خانه که رفتی بخیر. همونجا باز مادر اولادا را ایره بته بگو تا که ما میایم دیگه دفعه کتمی گذاره تکو. صحیح است؟ 3000 و 2000 و 5000. خیر ببینید خدای پاک میگم که وزیش به حساب برد بوده. سلامت باش. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.